سلام دوستان عزیز، امیدوارم که خوب و عالی باشید. در جلسه امروز میخوام یکی از تکنیک هایی که باعث میشه که مکعب ها و اون اشیاء مکعبی که میکشیم خیلی واقعی به نظر برسد خدمتتون عرض کنم. این تکنیک اسمش هست پرسپکتیو که باعث میشه طرحهای ما خیلی واقعی به نظر برسد. خب چگونه این طرحها و این تکنیک رو استفاده میکنیم؟ من اول میکشم، بعد توضیحاتش رو در ادامه خدمتتون ارائه میکنم. من اول یه خط عمود اینجا کشیدم، بعد دو تا خطی که در یه نقطه در این ور و دو تا خط که در این نقطه همدیگه را قطع کردن و یه خطی هم اینجا هست. حالا این نقاط و این خط چی هستن خدمت رو عرض میکنم. خطی که اینجا میبینید خط اسمش هست خط افق. خط افق دقیقا روبروی چشم ما، اگه یه خطی به موازات چشممون رسم کنیم میشه خط افق یا تراز چشمم بهش میگن. یعنی وقتی ما ایستادیم روبروی چشم ما اگه یه خط افقی بکشیم میشه خط افق. اگه حالا بشینیم این خط افق، چون چشممون میاد پایین، خط افق هم میاد پایین تر. فرض کنید الان ما به این شی مکعبی که نگاه میکنیم ایستاده هستیم و به این صورت نگاه میکنیم که تقریبا خط افق یا تراز چشم ما این خط هستش و این اضلاعی هم که اینجا کشیدیم در این نقطه همدیگه رو قطع کردن. به این نقطه میگیم نقطه گریز. اینورم همینطور نقطه گریز. خب حالا خطوطی که یعنی اضلاع دیگه این مکعب را موازی با همین خطی که اینجا کشیدیم به طوری که این خطوط را چیکار کنه؟ قطع کنه از این خط تا این خط. این ورم همینطور. خب اینجا میبینید که الان ما یه مکعبی به وجود میاد که این اضلاع، خب در مکعب می‌بینیم که این اضلاع با هم موازی هستن ولی می‌بینیم که اینجا موازی نیست. علت اینه که خطوط موازی هر چقدر از ما دور میشن به هم دیگه نزدیک میشن و باز این کنجهای مکعب ما با هم، تو اگر یه مکعب رو نگاه کنید همشون با هم اندازن، اما اینجا می‌بینید که این سه تا با هم دیگه هم اندازه نیستن. بخاطر اینکه این کنج این مکعب ما نزدیک به ما هستش بزرگتر دیده میشه، اما این کنج ها چون از ما دور شدن یه مقدار کوچکتر دیده میشن. پس میبینیم که این مکعب تقریبا یه مقدار واقعی تر به نظر میاد. حالا فرض کنیم من میخوام اینا به یه خونه تبدیل کنم. میتونم برای این خونه پنجره هایی رو بکشم. میبینید که این پنجره هم هرچی از ما دور میشن کوچکتر میشن. این پنجره بزرگتر از این پنجره، بخاطر این پنجره یه مقدار دورتر از ما هستش. این ورم میتونیم ما یه در برای این سوله یا حالا یا خونه هستش براش بذاریم. بچه‌ها من حالا چون اینجا میخوام ضبط کنم و اون
اندازه ویدیو خیلی طولانی نشه، خیلی از جزئیات ها مجبورم نکشم، ولی شما میتونید سر فرصت و با حوصله اون جزئیات بیشتری بهش اضافه کنید. من میتونم به این یه دونه شیروانی هم این زیر شیروانی که سایه هستش رو ما میتونیم حتی این مثلا در فرض کنید نیمه باز باشه.